قصه ای که برای شما بیان میکنیم قصه یک دختر شیرفروش است که برای زنان و دختران امروز خیلی عبرت آموز است. این قصه را تا آخر خوب گوش اندازید و به دیگران هم آن را برسانید. حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافتش شبها در کوچه های مدینه گشت و گذار می کرد و از احوال مردم خبردار می شد. طبق عادت نیمه شب وقت در کوچه های مدینه گشت و گذار می کرد از جهت خستگی به دیوار تکیه کرده کم استراحت کرد. ناگهان صدای زنی را شنید که به دخترش می گفت: دخترم، رفته به شیر آب انداز. دختر به مادرش در جواب گفت: مادر جان، من شنیدم که امیرالمؤمنین عمر از این کار مردم را منع کرده است. مادر به فرزندش با اصرار گفت: زود رفته به شیر آب انداز، عمر که در اینجا ما را نمی بیند. دختر باشد از فکرش نگشته به مادرش می گفت: مادر جان، اگر عمر ما را نبیند، خدای عمر که بیشبه ما را می بیند. این جواب دختری با تقوا به حضرت عمر رضی الله عنه پسند آمد. از این رو به غلامش اسلم که او را همراهی می کرد فرمود: ای اسلم، این دروازه و این موضع را در خاطر بگیر. این را گفته به راه خود ادامه دادند. پگاه روزی عمر رضی الله عنه به غلامش اسلم فرمود: ای اسلم، به آن موضع برو و کی بودن آن زن را انیق بکن. این چنین معین نما که مرد آن خاندان کیست. دری نگذشته اسلم خبر آورد که آن دختر باکره است و مادرش زنی بیشوهر می باشد. حضرت عمر رضی الله عنه این خبر را شنید و امر نمود که پسرانش را به نزدش حاضر نمایند. بعد چند فرزندانش حاضر شدند. عمر رضی الله عنه به آنها نگریسته چنین فرمود: آیا کسی از شما به همسر نیاز دارد؟ چون که جفتی مناسب پیدا کرده ام. اگر خودم میل و رغبت می داشتم به شما امکان نمی دادم، ولی سن و سال من امکان نمی دهد. عبدالله فرزند کلانی گفت: من همسر دارم. عبدالرحمن پسر میانه گفت: من نیز همسر دارم و نیازی به همسر ندارم. عاصم پسر خردی گفت: ای پدر، من همسر ندارم و به همسر نیاز دارم. عمر رضی الله عنه خوشنود شد و به خانه آن زن برای خواستگاری دختری با تقوایش خواستگار فرستاد. دری نگذشته عاصم دختر را به زنی گرفت و از او صاحب دخترچه گلروی شد. این طفل معصوم در آینده مادری عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه عادلترین ملک بنی مروان گردید که او را در عدالت شبیه خلفای راشدین و عمر ثانی نام برده اند. خواهران عزیز، ببینید که نتیجه تقوا و خدا ترسی یک دختر عادی چقدر خوبی ها را به بار آورد. خواهران عزیز، شما می توانید با تقوا و خدا ترسی و پرهیزگاری خود بهترین شخصیت ها را برای جامعه پیشکش نمایید. تمام آن بزرگانی که تاریخ بشریت از سیرت نیکشان زیبا و مزین است، همه آنها را هم یک مادر تربیت کرده است. متاسفانه زنان و دختران امروز حتی 2 دانشگاه را ختم می کنند، ولی یک فرزند را تربیت کردن نمی توانند که برای جامعه بهترین شخصیت ها باشد و نامش در تاریخ به نیکی یاد شود. برادران و خواهران عزیز، در پنهانی و آشکارا از خدا بترسید و از گناهان دوری جویید. از آن
رابطه های نامشروعی که در شبکه های اجتماعی انجام می دهید پرهیز نمایید. این را فراموش نکنید که بهترین سرمایه انسان مسلمان در دنیا و آخرت این خدا ترسی در پنهانی و آشکارا است. والسلام علی من اتبع الهدى. اسیر ظاهر و رنگ و هوایی، گمان کردی که خوشبختی همین است. خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است. خوشی و لذت پوچ گناهان، تقاص و سختی اش زیر زمین است.